از روز 1 نوامبر سال 2022 خوانندگان تمام مکتب‌های میانه تاجیکستان به تعطیل تیرماهی برآمدند که در روز تا 2 نوامبر دوام میکند. قبلا سر و صداهای برخواسته بود که به سبب تا 1 ایون جنبه شدن سال تحصیل شاید مهلت تعطیل تیرماهی را تا 7 نوامبر کوتاه کنند، ولی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه رسمی با توجه مسئولان سوای معارف در شهر و ناحیه‌ها پدر و مادران و خوانندگان مکتب‌های میانه رسانید که در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی چورک یکم 31 اکتبر سال 2022 جنبست گردید. طبق نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان تعطیل تیرماهی از 1 نوامبر تا 2 نوامبر ادامه می‌یابد. وزارت گفت در چورک دوم از 11 نوامبر سال 2022 آغاز یافته تا 31 دکمبر سال 2022 ادامه می‌یابند. تا سال 2019 تعطیل تیرماهی و بهاری در تاجیکستان بیکار کرده شده. خوانندگان به جای آن در فصل زمستان 1 ماه تعطیل می‌گرفتند. سبب این مشکلات موجودات در راه تأمین مکتب‌ها با گرمی و نیروی برق بود. از سال 2019 وزارت معارف به نظام معمولی تعطیلات برگشت، ولی تا میانه ماه ایون دوام کردن سال تحصیل موج نو انتقادهای والدان را به بار آورد و 1 سال پیش پرزیدنت امامعلی رحمان در سخنرانیش در روز دانش امر داد که سال تحصیل را تا 1 ایون جنبست کنند. در مکتب‌های میانه تاجیکستان بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند. هر سال از 180 تا 200 هزار نفر مکتب‌های میانه را در جمهوری ختم می‌کند. بیش از 30,000 آنها به مکتب‌های عالی و قسمی به کالج و آموزشگاه‌ها شامل می‌شوند و ده‌ها هزار دیگر در جستجوی جای کار مناسب‌تر روی روسیه را پیش می‌گیرند.